سلام سلام. امروز میخوام براتون یه غذای درست کنم که من اسمشو گذاشتم پلو آجیلی، چون توش تمام موادی که میریزم مثلا گردو داره، ببینید گردو داره، خلال بادوم، خلال پسته و اینا برگه زردآلوه به اضافه فیله مرغ و پیاز داغ که ما اینا رو کف مایتابه رو کف قابلمه رو سیب زمینی میذاریم، بعد برنج رو میریزیم و لابلاش رو از این موادی که من بهش میگم آجیلی پر میکنیم و یه مقدارم زعفرون میریزیم که قشنگ رنگش خوب بشه. این کار رو همینجور به ترتیب انجام میدیم تا آخر و میذاریم که دم بکشه. امیدوارم درست کنیم.